دادگاه نویه پتروگراد شهر سنت پتربورگ روسیه روز 19 یولی سال 2022 حکم رمان ایوانوف را اعلام کرد. ایوانوف بر اساس قسم دوم ماده 280 کودکس جنایتی روسیه به دعوت با استفاده از اینترنت برای به عمل برآوردن عملهای افراطگرایانه عیبدار می شود. این بند قانون همچون جزا تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. ولی طور خدمات مشترک مطبوعات دادگاه پتربورگ در تلگرام خبر داد دادگاه پتروگراد رمان ایوانوف را به 3 سال شرطی زندان با 3 سال مهلت آزمایشی محکوم کرده است. ایوانوف همچنین برای 2 سال و 10 ماه از حق انجام هر نوع فعالیت مربوط به سازمان ها و جمعیت ها از جمله با استفاده از اینترنت محروم کرده شده است. طوری از مواد پرونده برمی آید رمان ایوانوف شام 3 ماه سال 2022 از ساعت 19:10 تا 21:56 در خانه خود با استفاده از نوتبوک با نام مستعاری رمان ایوانوف در گروه ناتسکای сообщество یا جمعیت ملتگرایان در شبکه فکنتاکت مطلب‌های را نشر کرده است که در آن دعوت‌ها به انجام عمل‌های خشونت‌آمیز نسبت به نمایندگان ملت‌های معین، قرقیزها، تاجیک‌ها، همچنین نمایندگان خلق‌های قفقاز و آسیای میانه دیده می شود. گفته می شود که ایوانوف در دادگاه گناه خود را پورا اعتراف کرد. در سالهای آخر در روسیه دهها سازمان و گروه‌های مختلف ملتگرا و مهاجر بدبین تأسیس داده شدند که از دست آنها الکی دهها نفر سیمایشان غیر اسلاویانی در زمینه عداوت ملی کشته شدند. ولی موردهای به جوابگری جنایی کشاندن سرکردگان و اعضای چنین گروه‌های ملتگرا در روسیه کمی اندر کم است.